دوستان عزیز، لازم به تاکید است که جمهوری مردمی چین یکی از سه شریک تجارتی بزرگ تاجیکستان محسوب می شود و سهم آن در اقتصاد تاجیکستان 40% را تشکیل می دهد. از سوار دو دولت احترام را خواهش می‌نماییم که به مرکز صحنه آیند. 礼宾护送中华人民共和国友谊勋章入场。 و صحنه اردن توصیه جمهوری مردمی چین با مشایعت افسران قراول فخری وارد می‌شود. جمهوری مردمی چین را تقدیم نماید.
落地给我。我2楼你也是一块参加。晚上好了，这个完了以后是坐车是吧？对，坐车。在2楼。对，在2楼马上要在一起。地涵，这是那个谁帮你吗？这个号称و هنگامی تبادلی این سند از جای برنشستن از جای نشست افزوده از جای تبادل کننده سند اول با این عملی کنسوم برای همه افزونی و جمهوری مردمی چین باید با تحمیل این ماده روابط استراتژی همجانبه در مرحله نو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین جناب عالی محترم سی جین پینگ دعوت کرده می‌شود.有请拉脱共和国新的主席签署中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于发展新时代全面战略伙伴关系的联合声明。گردش ما میان کشورهای ما سال گذشته نسبت به سال
institut مردازه زیاد از 24% افزایش شد. این روند سال جاری در حال رشد بیشتر قرار حربی سرمایه چین و اقتصاد تاجیکستان در دوره سالهای 2007-2021 زیاده از 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که بیش از 2 میلیارد یورو سرمایه مستقل بود. شرکت‌های زرافشان، زیتون‌باغ، مجموعه صنعتی باغبانگی، جنتای دردره سلسله تکستیل، کوارسین سمنت یوان و چندین دیگر در پای دیگر نمونه روشنی همکاری‌های ثمربخش سرمایه‌گذاری دو کشور محسوب می‌شود. در مجموع امروز در تاجیکستان زیاده از 700 شرکت با سرمایه جانب چین فعالیت می‌کنند. آنها قابل ذکر است که چند روز پیش در شهر دوشنبه همایشی نمایندگان دایره‌های سازماندهی و شرکت‌های تاجیکستان و چین دایر گردید. در چارچوب این چهاربینی دو جانب به مبلغ زیاده از 600 میلیون دلار شرطنامه و قراردادهای همکاری و امضا رسانیده است. جانب پاکستان خواستمندی خود را جهت جلب بازاندیشترین دایره‌های شاهکاری چین و منظور تطبیق عملی دایره‌های اینفراستراکچوری تاکید می‌نماید. دو جانب از ادامه همکاری‌ها در دایره تشبث یک کمربند یک راه اظهار قناعتمندی کردند. ساحه نقلیات و کمیونیکاسیون و صفت سطحی دیگری اولویت‌ها در رابطه‌های دو کشور از یاد می‌کنند. ما منفعت‌های خود را به پیشبرد همکاری‌ها در این جاده که برای رشد و توسعه رابطه‌های تجارتی و اقتصادی زمینه‌گشایی فراهم می‌آورد حساب کردیم. تأکید کردیم که بنیاد و ترکیب راه در منطقه قلعه قم، منج، سرحد ناحیه روشن، دالان ترانزیتی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه را تکمیل خواهد داشت. کشورهای ما در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری‌های فعال دارند. دو جانب تقویت مکالمه را در دایره ابزار آسیای مرکزی چین و مقصد تشکل شرایط مساعدی برای پیشرفت و آبادی منطقه سازگار دانستند. ما به موافقه رسیدیم که مکالمه فعال سیاسی را از روی تمام مجموع مسائل مابینی توجه طرفین ادامه دهیم. بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان ژئول گلنظرزاده و سفیر چین در تاجیکستان 36مین دعوت کرده می‌شود. سوپیدین شمسیدین شده و سفیر چین در تاجیکستان 36مین دعوت کرده می‌شود. بین‌المللی ملت فرانسه چین 48مین دعوت کرده می‌شود.
اینجا مزرک رو دیگر و رئیس جمهوری محترم مردمی چین دوست گرامی جناب سی جینپینگ برای قدردانی ناقدر زحمت‌های زیادی من و سفر بازگردانیدن با مکافات دولتی با ملی دوستی که اولین بار در تاریخ کشور سپرده شد میnnتداری خود را و میnnتداری مکافات نه اینکه برای خدمت‌های من برای خدمت‌های خوبی مردم تاجیکستان است و این را ما بسیار بعد از یابی می‌کنیم و به شما میnnتداری صمیمی مردم تاجیکستان و خود را می‌رسانم و به شما بیش از آن سلامتی، موفقیت و در دولت بزرگ مردمی چین زود پیشرفت عملی و عملی تشخیص‌هایی که برادر رئیس جمهور محترم جناب سی جینپینگ کردند در آن خدا کنه که ما شاهد باشیم و در آن فضای آزاد و پیشرفته زندگی کنیم و ببریم. خانمان و جوانان، مراسم امضا و قبول سندهای تجربه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین انجام یافت. پس از ملاقات و مذاکرات در سطح عالی و نشست مطبوعاتی، جناب سی جینپینگ و محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یکجایگی و بنای نوی پارلمان کشور و بنای نوی حکومت کشور حسن افتتاح خواهند داد.